قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عزیزان گرامی، این واقعیت است که در این عصر حاضر رو آوردن به این که تمام خواهشات خدا زیر پا بکنه و تمام او تحریکات یا وسوسه های شیطانی یا شیطانی جنی یا انسی از هر طرفی که باشد در مقابل از او مقابله مبارزه کردن این کار آسان نیست. به خاطری که در همچون روزها مردم فکر میکنه که ما آزاد هستیم، در قید و بند الله تبارک و تعالی قرار نداریم. هر نوع ببندوباری و هر نوع گناه یا معصیتی که از دست ما میشه امروز باید ما آزاد باشیم و شاید ما مؤاخذه از طرف الله تبارک و تعالی نشویم. لیکن اصل الله تبارک و تعالی جهان که پیدا کرد و انسان که پیدا کرد، الله تبارک و تعالی برای انسان اختیار داد. اینطور انسان مجبوری محض نیست که هرچی میشه به اراده خود کرده نمیتونه. خالق الله تبارک و تعالی است، اما کسب و انجام دادن یک کاری توسط بنده میشه. اختیار نمودن مسیر یا حرکت این اختیار بنده است، کاسب بنده است. این یک موضوع خیلی پیچیده هم است که اکثر مردمای بیدین و ملحد در همچون مسائل گاهی وقت دلیل غلط میگیرن و گاهی انتقاد میکنن که انسان باید جامد باشه، مثل یک سنگواره، هیچ چیزی کرده نمیتونه، هر چیز الله تبارک و تعالی میکنه. از خاطر یک سلسله سوالات دیگر پیدا میکنن، میگه باید انسان به گناه گرفته نشوه، عذاب برش داده نشوه. چرا؟ هر چیز الله کرده. طایفه دیگری که قائل به ایستن که نه، اصل خالق یا پیدا کننده خود انسان است، الله تبارک و تعالی به انسان هیچ سر و کاری نداره. این دو نظریه باطلی بود که در روز زمان پیدا شد. الحمدلله علما مبارزه کردن با نصوص و آیات و احادیث پیغمبر علیه السلام، امرای ازوا نشست کردن و شکست دادن واره. این گپی عقیده است که خالق هر چیز، اگر خیر است اگر شر است، الله تبارک و تعالی است. به طور مثال پیاله را ورداشتن، این توانایی و قوتی که در دستم است و ما این پیاله را بالا کردیم، این خلق است، پیدا کردن اسیر الله تبارک و تعالی میکنه. اگر الله تبارک و تعالی نمیخواست نمیتونستم که نمی پیاله را بالا بکنم. اما کسب انجامی فعل در اختیار ماست. مستم که پیاله را میگذارم و مستم که پس پیاله را بالا میکنم. پیدا کردن توانایی در دست ما و بالا کردن الله تبارک و تعالی میکنه، خلقشه. اما کسب و انجامی فعل خود بنده میکنه. از همین خاطر است که انسان من وجهن مختار است و من وجهن غیر مختار است. از نگاه پیدایش یک کار نمیتونه یک کسی یک کار پیدا بتونه، اما از نگاه کسب یک کار انسان میتونه یک کار کسب بکنه.
پس دینمی اختیاری که الله تبارک و تعالی بنابر جهت کسب به انسان داده مکلف هم ساخته، مورد امتحان هم قرار داده. الله تبارک و تعالی مورد بازخواست خود قرار میده انسان ها را. از همون خاطر است انسان در موقع در امتحان الله برابر میشه که همون کار تو تواناییش داری و انجام میدی یا نمیدی. یکی طور گپی است که انسان زورش نمیرسه. یک آدم در دل خود تمناها و آرزوهای زیادی دزدی را داره، سودخوری را داره، قمار را داره، زنا را داره، اما زمینه برش مساعد نمیشه. ای آدم به ترک یه عمل هیچ کدام ثوابی نمیبره. چرا؟ به خاطری که به اراده و قدرت خود امی عمل ترک نکرده. زمانی ای آدم در این ثواب موجب ثواب میشه و مستحق ثواب شمرده میشه که تو دستت بر شوه، قدرتت پیدا شوه بالای یک عمل، بعد از او به خاطر رضای الله و خوف از الله تبارک و تعالی او عمل تو ترک بسازی. اونو وقت الله تبارک و تعالی چی میکنه؟ ثواب برش میده. مسئله ازدواج هم امی رقم است. پیغمبر علیه السلام میگه که چیسته؟ در بضع یکی از شما صدقه است. یعنی هنگامی که یک شوهر با سیاسر خود هم بستر میشه، اینمی هم یک صدقه است. صحابه گفتن الله اکبر، چه رقمی صدقه شمرده میشه در حالی که قضای شهوت خود کرده، شهوت خود پوره کرده. پیغمبر علیه السلام گفت اگر امیره در جای حرام میگذاشت چطور بود؟ ببینه اینجا انسان اختیار داره که در جای حرام قضای شهوت خود بکنه یا در جای حلال قضای شهوت بکنه. در جای حلال قضای شهوت موجب ثواب است. از او خاطر ترک دی چیزی حرامه. اینجا بری تو یک فکر آمد که بله مرا الله اینمی را اجازه داده و اینی را اجازه نداده. انسان از می خاطر مورد امتحان الله تبارک و تعالی قرار بگیره. منظوری میسته برادرها که سر انسان در زندگیش مختلف امتحانات الله میه. یکی از جمله امتحانات امی هنگام عروسی چیسته؟ مراسمی را که انجام میده به کدام سیستم باشه. الله تبارک و تعالی تو را مختار گذاشته، موقع برات میسر است. آیا جهت دین ترجیح میدی؟ به این فکر میشی که پیغمبر علیه السلام چه قسم خوش میشه؟ من پابند دین هستم، کدام نظریه که عقیده دارم، آیا اون نظریه برای من چه قسم اجازه میده در مورد از اینکه من امی مراسم عروسی خدا چه قسم به کدام انتظام پیش ببرم؟ یعنی که نعوذ بالله کاری را که نفس ما میخواه، شیطان مرا وسوسه میکنه، 4 نفر دیگری که نعوذ بالله در ظاهر برای من دوست نمایان میشه اما در حقیقت دشمن قوی است، یا او مردم آدم تحریک میکنه. اگر شما فکر کرده باشه در مورد انجام دادن کارهای ناروا، معصیت و گناه، بسیار مردم ها ذمه برار پیدا میشه. حتی در بعضی مردمای دیگه بیگانه میخیزه، میگه سازه بیار پیسی شما میدم، سرمه شد. این ذمه براری را میکنه اما در کار دین هیچ کسی ذمه براری نمیکنه. همین محفل هم که جور میشه این در حقیقت توسط یک شخص داماد جور شده نمیتونه. کسی که او محفل عروسی داره او نمیتونه همین محفل جور بکنه، این توسط دوستا جور میشه. دوستا در ذمه میگیره، پروگرام جور میکنه، برش مردم آگاه خبر میکنه، دوستا را خبر میکنه. او دوستا یکی دیگه خود دست تعاون داده، مجلس خیلی مزین میسازه. منظوری میسته که هر کسی که اول قبلا آگاه میشه دعوت اجابتش واجب است. حق یک مسلمان سر مسلمان 6 حق داره، یک حقش اجابت دعوت است. در ولیمه که معصیت و گناه نباشه، خلل دینی موجود نباشه، در ولیمه شرکت واجب است. باز خصوصا که محفل گرفته باشه که سبب تشویق و ترغیب مردم میشه، این خو یک امر ضروری پنداشته میشه. از همون خاطر است این به همکاری و دست به دست دادن همین دوستا و جوانا میشه. محفل باید اینطور نباشه. چون یک محفل که یک کسی نمیطور دید که چند نفر حاضر شده، دیگرها باز دل خوش نمیکنه. چطور در ساز و سرود مردم است که جای نمیشه، در باغا میگیره، در بسته باغ مردم جای نمیشه. در اینجا یکی خویی نمایندگی از این میکنه که مردم نعوذ بالله تابعدار خواهش و نفس است، تابعداری از این نیستن. ما بارها امیر یاد کردیم که به محبت زبانی پیغمبر علیه السلام هر کس
دعوا داره، میگه من قطعی پیغمبر محبت دارم، ولی در تمام عمر در یک مسئله زندگی خود سوال نکرد که پیغمبر علیه السلام اینمی معامله زندگی را به کدام نقشه پیش برده. حتی در نماز، حتی در روزه، حتی در زندگی خانواده، حتی در زندگی همسایه‌داری، بیرون، سیاست، تمام مسائل ما مسلمان ها محض فقط همی قدر میگیم که پیغمبر علیه السلام دوست داریم، خیر و خلاص. پیغمبر علیه السلام چه شخصیتی بود، چه کرداری داشت، چه گفتاری داشت، چه اخلاقی داشت، از این ما معلومات حاصل نکردیم. از همون خاطر ما آیتی که انتخاب کردم با می خاطر است. ما باید گله نکنیم. چرا گله نکنیم؟ قرآن خبر داده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. بعد از اینکه یک گروه از پیغمبران علیهم السلام و کسانی که دعوت انبیا علیهم السلام لبیک گفته قبول کرده واره یادآوری میکنه، قرآن کریم مدح از واره میکنه، صفات از واره بیان میکنه، پس از الله تبارک و تعالی یاد ازی میکنه که فخلف من بعدهم، پشت سر گذاشت پس از خود امی مردم نیک و سلف، امی مردمی که واقعا به دین آشنایی داشت، فداکاری به دین داشت، یا پشت سر خود گذاشتن خلفون، جانشینای خیلی بد. یکی خلف است، یکی خلف است. خلف او جانشینی درست میگه، نیک میگه. یکی خلف است، او جانشینی بده. که جانشینی بد کیسته؟ که به نقش و قدم سابق خود عمل نمیکنه، نقشه و پلانی که او طرح کرده او را پیش نمیبره، راه دیگری را در پیش میگیره. با تاسف که در آینده فاصله که هر قدر از زمان خیر القرون مردم دور شده رفت، مردم از دین ناشنا شد، جهالت حاکم شد، ما چیغ صدا کی میکنیم که چیغ میزنیم که بیای به کتاب الله بپیونده، بیای به حدیث پیغمبر علیه السلام آشنا شوه. قرآن و حدیث بالکل از جامعه رخت سفر بسته بود، در اذهان مردمی طور شده بود که قرآن و حدیث فقط کسی بخونه که 14 علم و اتبعوا الشهوات. اصلی مقصدم در این نکته است. مردمای خلف جانشینی بدی که آمدن یا مردمی بودن که تابعداری شهوات کردن. شهوات چی را میگه؟ آن چیزی که نفس تقاضا داره. نفس چی میخواه؟ امروز ببینی نفس انسان میخواه. امی عروسی مفت گپ نیست که کسی همینطور به شکل اسلامیش عروسی جور بکنه. 100 دانه قومی و قارب داره، عمه و ماما و بچهای کاکا و بچهای خاله و بچهای عمه دور دور با هم جمع میشه. وی در کل عمر یک روز عروسی داری، ایرم تو مثل مرده واره تیر میکنی، نه دنگ باشه نه دول، هیچ گم که باز از کل. اگر آیت تو حدیث هم کسی برش بخونه، امو مطل عوام بری سری آیت و قرآن و سری حدیث پیغمبر حاکم است. میگه چیست؟ میگه چیست؟ توی با دنگ و دول خوب معلوم میشه. قرآن و حدیث پیغمبر در نظر نمیگیره، مطل و چیست عوامی را این از کل که را پیش میدانه. از امو خاطر افتخار است این میتور موقع که یک جوان حاضر و آماده میشه، همه خواهشات خدا زیر پا میکنه، تعنو نکته هایی که مردم برش میگه او را در نظر نمیگیره. پیغمبر علیه السلام خوش میکنه، محبت امیر میگه و اتبعوا الشهوات. الله ما را مصداق ازی جور نکنه. چرا که اگر ما در عروسی و در غم و در تمام زندگی خود نعوذ بالله خلاف نقشه پیغمبر حرکت کردیم، باز خو واقعیت که و اتبعوا الشهوات هستیم. امروز در تمام جاها اینمی موضوعات خود ساخته، دینی خود ساخته مردم دین جور شده، مردم برش نام دین مانده و امور عمل کرده رایسته. چرا؟ نفسش خواهش داره، نفس میخواه که همینطور کار بشوه. بعضی برادرها میگه وای برای ما بسیار گپا میرسه، مولوی صاحب خوب گپا میزنه، ولی سیکو خیرات قبول نداره، دعا قبول نداره. هم مردم ما خو غم شما را میخورم که بیای نکنه امو قسمی که محمد رسول الله دعا کرده، امو قسمی که محمد رسول الله خیرات کرده، امو قسم که ذکر پیغمبر علیه السلام ذکر کرده، امو قسم که عبادت پیغمبر علیه السلام کرده. از مطلق خو کسی انکار نمیکنه. ما میگیم جور شوه به نقشه پیغمبر، جور شوه به نقشه خودی ما نباشه که ما خودی ما جور کرده باشیم، با این سیستم نباشه. فسوف یلقون غیا، زود است که روبرو شون امرای غی. غی در یک تفسیر اینطور آمده که غی عبارت از او وادی و چقوری جهنمی است که از به الله پناه میبره
وادی های جهنم دیگه از این وادی دیگه، جاهای جهنم به الله پناه میبره از اینمی وادی. اگر کسی اینمی طور نماز ضایع میکنه و تابع خواهشات نفسانی میشه، دیگه خامخا روبرو به این غی میشه. مراسم عروسی است، این سعی کنه اگر دیانت نباشه خونه در کابل عروسی یکی در مقابل دیگه مقابله میکنه، قدم خود پیش بالاتر میمانه. تو 200 نفر دعوت داده ما 300، دیگهش میگه 500، دیگهش میگه 1000. تو در بینظیر گرفته ما در شامی پاریس میگیرم، دیگهش در اورانوس میگه. یکی با دیگه مقابله کرده رایسته، فخر فروشی است. اگر دیانت نباشه خو مردم اینه تباه شده میره، قدم قدم همی طرف حرکت میکنه. روزی فرا میرسه که فقط به جز از کسی که میلیاردر باشه نکاح کرده بتونه دیگه مردم قرار آرام بشینه. موقع به اینمی حالت میرسه. خود دین است که تو را وادار ساخت که نه، ما تمام همین رواجا و رسمایی که مردم داره تنها ده یک کارت چاپ کردن چقدر پول مصرف میکنه. تنها الکی نام نویسی است، نام نوشته کن آخرام 4 نفر 5 نفر نام از یاد میره، بس دیگه سالا قطعی تو جنگی دشمن شده. در قدیم آسان گپ بود توی است در فلانی قریه، بس دیگه توی است. یک آدم خبر میکرد خانه ها را، مردم جمع میشد خیر و خلاص. نه نفر روان کردن بود، نه گپ ایگه پا بود، نه خفگان بود، نه چیزی نبود. خیلی جمع و جوش، بسیار خوشی بود. اینقدر سرور و خوشی که در وقت بود عالی نیست. علتش اینمیسته که هر قدر از دین ما دور میشیم اینمی قدر نعوذ بالله بخل، حسد، کینه، کدورت، امو فضای صمیمیت، بساطت، امو سادگی مکمل از بین میره. این خود به خود علتش اینمیسته. نه، ما باید تعلیم بکنیم. عروسی داریم، باید معلومات داشته باشیم. پیغمبر علیه السلام چه قسم دختری خود به عروسی داده، ازواج مطهرات چه قسم آورده در خانه خود، نکاح کی بسته شده، ولیمه کی شده، کی خفه شده کی نشده. به علی رضی الله عنه فاطمه بیبی رضی الله عنها را روان میکنه، دمو ساعتی که روان میکنه پشت سرش پیغمبر علیه السلام میره از پیشش آب طلب میکنه که آب برام بیار. اونجا پس در پشت سرش آب میزنه. امروز عروسی ما از جای خود شور نمیخوره، حتی نماز فرض خودم نمیخوره. مردم برش میگه از تو معاف شده. در کجا؟ حالان که اصل اگرچه در حدیث نامده ولی مستحب است که عروس و داماد در شب اول قبل از اینکه و در اتاق تدا میشن باید 2 رکعت نفل بخونه، شکر الله را بگویه، دعا بکنه که الله این زندگی ما را دائم دوامدار بسازی، در دین الله خدمتگزار اردوی ما را جور بکن، توفیق از این بده که ما هر کدام ما مسئولیت خود در برابر دیگهش ادا کرده بتانه. دعا داره. پیغمبر علیه السلام هیچ مسئله را برای ما نگذاشته. اینطور نیست یک زندگی حیوانی باشه. اینجا یک برنامه قوی جامعه است. باید در این مورد پیغمبر علیه السلام هدایت و دستوراتی داره. از همون خاطر است که ما مسلمان ها باید پابند آن چیزی باشیم که پیغمبر علیه السلام برای ما آورده. او شریعت ما پابندی بکنیم. ایمان ما توسط ازی ثابت میشه. در امتحان الله تبارک و تعالی قرار گرفتیم. این را فکر نکنی برادرها. اگر مجمعی کم مشاهده میکنی اینطور فکر نکنی. انشالله از نگاه معنویت این مجلس بری خود یک وزن داره. به این نباشه که تا 2 بجه دول و سرنه باشه، نعوذ بالله رقاصا و سازنده بیا بزنه و مردم جمع و جوش های و هوی اشپیلاق و الا چیسته گاهی یک چیز در بده، گاهی یک چیز گم شوه، گاهی میده شوه. سبا امو تویوالا بیچاره در غم دیگه پا باقی مانده می باشه که حالی چی طور کنم، هم پول رفته، هم مردم در معصیت مبتلا کرده، در بدر خاک بسر شده. شما باور به الله بکنید که مجلس سری از او به هزارها و میلیونها مرتبه شرافت داره. لا اقل در مسجد الله خو نشسته هستیم، کلمه قرآن و حدیث خو میشنویم، به این نیت و اراده خو هستیم. اگر کسی درک بکنه، بله این نکته ها را هر کسی درک نمیتونه تا که ایمانی راسخ نداشته باشه. کسی که هوا پرست است، کسی که نفس پرست است، کسی که خواهش پرست است، این نکته ها را درک کرده نمیتونه. او نمو سیل و صحبت خوش داره. چرا؟ نعوذ بالله فاسق است، فاجر است. اینمی طور گرگواره که گردباد شوه، خادباد شوه که در اونجا گوسفند گیر بکنه. این جمع همی قسم حالت ها می باشه. دی تویا اینمی قسم حالات است. عجیب گپ است. اگر دیگه وقتی کسی را بگوی که ود اوست
بس دیگه قطی مرمی میزنه تا. چرا دوست گفتی که زنید اینطور در فلان جای رفته؟ لیکن در توی کلگی دوست میشه نعوذ بالله، دور از حاضر مجلس کلگی زنایش میرقصه، رقاصا در پیش روی زنایش میرقصه، خودشان میباشه، هیاهوی میباشه، قولا تا این جرم لچ میباشه، هیچ کس چیز نمیگه. ایره میگه گناه که عام شوه مردم بازو قدر نفرت از پیشش نمیکنن. اگر دیگر روز مرد کسی را ببینم که برای در کوتی سنگی کسی یک سیاسر دختر خدا بگه برو کالا را با ایجاب باشه خو یک رقص بکنه، از او کده که بی غیرت کس هست یار خوار و سیاسر خدا میمونه که همی کار بکنه. خو همو مردم دمی توی هم هست، چی فرقی داره؟ انوزه اونجا مردم متوجه نیست، اینجا مردم دقیق آمده، مردم دقیق تو را قدم قدمی تا شمار میکنه. خب نمیفهمیم، ما درک نمیکنیم تا که. اما بهترین کار، افضلترین کار و آن چیزی که نمایندگی از صداقت ایمانی ما میکنه این میگه پاس که ما در عین توی خود که شب خوشی و سروری ماست، همونجا ما پابند دین الله هستیم. اگر قدمی ما، اگر گفتاری ما، اگر کرداری ما در اطاعت الله و رسول تیر میشه، او سبب خوشی است. سبب خوشی نیست که آدم نفس خدا خوش کنه، نه روح خدا خوش کنیم به اینمی قسم کارا. الله توفیق نصیب بکنه برای ما و شما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.